حالا مطمئن شدم که اسلام دین خوبیه. من یه زمانی یه مطلب یه جای خوندم واقعا 4 سطور بدنم لرزید. یه آقایی توی یکی از کشورهای غیر اسلامی میگه من سوار تاکسی شدم، تا این مسیر باش رفتم کرایه بهش دادم. موقعی که میخواست بقیه پولمو بده نگاه کردم دیدم ظاهرا اشتباه کرده، نه تنها کرایه کسر نکرده یه چیزی هم اضافه به من داده. بعد با خودم گفتم که بدم ندم، این غیر مسلمانیه، این مسلمان که نیست، ندادم. بعد گفتم نه آقا من تعهدی دارم، من تو کشور اینا دارم زندگی میکنم. نهایتا بهش گفتم که فلانی. گفت بله. گفتم پول اضافه دادید این مبلغ رو بگیرید. مبلغ رو که گرفت بعد گفت که شما مسلمانید؟ گفتم بله. گفت بشین تو ماشین اگر عجله نداری چند دقیقه کارت دارم. گفتم بله. گفت من این پول رو قصداً بده اضافه دادم، میخواستم ببینم چه میکنی، چون من در رابطه با اسلام زیاد تحقیق کرده بودم و اسلام رو به عنوان یک دین برتر و دین خوب شناختم با مطالعاتم، اما تا به حال مسلمان ندیده بودم از نزدیک و باهاش تعاملی نداشتم. امروز که تو رو با این حلیه و سیما دیدم فهمیدم مسلمانی، سوارت کردم، قصداً کرایه بده اضافه دادم. میخواستم ببینم اون چیزی که تو اسلام هست تو مسلمانم هست یا نیست، یا فقط دین شعاره، دین هایوهوه، دین حرفای قشنگه. خب این حرفای قشنگ که رو دیوارام نوشته است، همه دین ها ادعای حرفای قشنگ میکنه اما تو عمل این نیستن. می‌خواستم ببینم اینا از همون دینای شعاریه یا نه واقعا دین عملی و خوبیه، تونسته مسلمان درست کنه. حالا مطمئن شدم که اسلام دین خوبیه. میشه به من یه مرکز اسلامی نشون بدی برم اونجا و مسلمان بشم؟ یه لحظه یه ترسی بر بدنم افتاد. آدرس رو بهش دادم. حالا یه حالتی گیچی و سردرگمی، خدایا اگه این مبلغ رو من بهش بر نمیگردوندم چه اتفاقی میافتاد؟ اون موقع این برای همیشه از ایمان و اسلام محروم میشد. ببینید گاهی ما متوجه نیستیم داریم چه کار میکنیم. یه اخلاق خوب ما یا اخلاق بد ما چه میکنه، یه معامله خوب ما یا یه معامله بد ما چه میکنه.